سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به این ویدیو با یه آموزش دیگه. تو این آموزش می‌خوایم بهتون یاد بدیم که چطوری اکانت دیگران رو فیلتر کنین با یه روش ساده ولی خیلی ساده. خب من یه دونه کانال درست کردم تو روبیکا به این نشانی ID _ film _ البته اگه فیلتر نشه. خب لطفا قبل از دیدن ویدیو چنل یوتیوب ما هم سابسکرایب کنین. شما چیکار میکنین؟ شما میایین این فیلمی که اینجا گذاشتم رو ذخیره میکنین در دانلود ها یا حالا در گالری. بعدش اون رو به عنوان گیف میفرستین، مثلا به طرف میفرستین که به عنوان یک گیف بفرسته به یه دونه گروه. حالا من برای مثال اون رو ذخیره کردم در گالری، بعد اون رو به عنوان گیف میخوام بفرستم توی گروه. اینم نشونه پیج اکانته. اگه خواستیم بعدن آیدیشو بزنین که ببینیم فیلتر شد یا نه. مثلا من میرم داخل یه دونه گروه اینجا که بسته است. خب اینجا اون فیلم رو به عنوان گیف میفرستم. همین صدا رو ببندین، این پایین صدا رو ببندین خب میفرستیم. خب حالا بعد اینکه فرستادم، حالا یکی دو دقیقه دیگه میبینین که فیلتر شده. لطفا تو چنل روبیکای ما هم موضوع باشین، بیان جستجو بزنین. شایان لند میاره واسهتون. بعد از داخل این میاین این بالا و لینک چنل اصلی رو گذاشتم اینجا. حالا این ریپ عضو نمیشه. خب ببینیم فیلتر شد. نه هنوز. اگه یکی دو نفر سورس گزارش هم داخل روبیکا میذارم که با اون بتونین زود گزارش بزنین تا زودتر فیلتر شه. حالا من اومدم با اکانت اصلیم گزارشش بزنم. مستحجن گزارش بزنیم. یه چند بار گزارش میزنیم. خب حالا صبر کنید. حواستون به وقت باشه تا من فیلمو قطع کنم تا حجمش بیشتر نشه. خب واقعا من یکم وایستادم. واقعیتش نمیدونم باگ روبیکاست یا چی، کلا هر بلایی سر اکانت آوردم فیل نشد دیگه. حتی عکس و فیلم های مستحجنم پخش کردم بازم فیل نشد. فکر کنم باگ روبیکاست، چون خودم با این روش خیلی رو فیل کرده. همین دیروز 2 نفر رو فیل کردم با این روش. و شما هم امتحان کنید ببینیم میشه یا نه. فکر کنم این باگ روبیکا بود که فیل نکرد. سورس گزارشتن رو هم میذارم داخل همین روبیکا و تلگرام که شما برین اون رو ران کنین و این کاربری که میخواین فیلتر رو گزارش بدین تا زودتر فیلتر شه. چون من الان تو شرایطش نبودم نتونستم رانش کنم. اینم که چنل تلگرامی ماست. سورس گزارشتن رو اینجا هم میذارم. لایک و کامنت هم یادتون نره. سابسکرایب هم که میدونم میکنید. تا آموزش های بعدی، خدا حافظ.